السلام علیکم دوستان عزیز. این صحبت نوبتی آنلاین از صحیفه همکاری بزرگ سیل در تاجیکستان است و امروز ما قرار دادیم در عرفه روز جهانی سیل با استاد گرانمایه، با استاد عزیز دکتر آرش علایی، راهبر پژوهشگاه تندرستی و آموزش از ایالات متحده آمریکا، دوست مردم تاجیک، دوست خوب مردم تاجیک، استادی که در واقعا در بسیار لحظه های حساس در وقت همگیری کووید 19 که همه اندرمان خود بودن، اما استاد اندرمان ما هم بودن که البته ما منتدار هستیم، سپاسگزار و قرضدار این شخصیت بزرگ هستیم. خواستیم صحبت کنیم. استاد عزیز سلام. سلام و درود به شما، به همزبانان تاجیک عزیزم، منتدار همه متخصصین، مردم تاجیک و دستاندرکاران وزارت تندرستی و حکومت و ژورنالیست‌ها و همه افرادی هستم که به من این اجازت دادن در زمان کووید 19 و پیش از آن بتوانم آنچه که در علم میدانم در میان بذارم با همکاران تاجیک و خدمت رسانی به مردم و همینطور از عالمان تاجیک هم بیاموزم. این ارتباط دو طرفه است، این علاقه داد و گرفت است. خیلی خیلی سپاسگزارم از اینکه از من دعوت کردین در این روز مهم، روزی که جهان سالهاست دست به دست هم میخواهد بدهد و بیماری مهلک سل را بتواند پیشگیری و درمان کند، ولی ما میدانیم بیش از 100 سال است که هنوز علم بشریت به آنجایی نرسیده است که بتواند این بیماری را کنترل کنه. خیلی سپاسگزار هستیم استاد از صمیمیت شما. راستی من هم یکی از بیماران شما بودم اون زمان کووید 19 که طریق واتساپ برای من توصیه ها میدادید که از چگونه تشخیص ها گذرم، چگونه دارو ها را استعمال کنم. راستی اون دستگیری های روانی شما هم که میگفتید نگران نباشید، روید سر کار و زندگیتان، واقعا به ما انرژی میداد، به ما تسلی میداد که ما اینقدر نگران نباشیم و واقعا هم همین دستگیری ها هم از جهت طبی و هم از جهت روانی، اون سخنرانی های شما به مردم ما نیرو داد، الهام داد که ما امروز یک فضای خوب و آرامی بدون کووید داریم و در پی جشن گرفتن از نوروز باستان هستیم که خیلی نکته مهمی رو اشاره کردید. من اول از این خرسندم که توانستم این افتخار داشته باشم به شما توصیه بدم، دوست عزیز من. ولی نکته‌ای که شما اشاره کردید خیلی مهم است که برای همکاران طبیب عرض می‌کنم. پزشک، طبیب فقط طبیب جسم نیست، طبیب روان، جسم و محیطه. هر طبیب، خصوصا به طبیبان جوان، به پزشکان جوان این توصیه رو دارم، از صحبت‌های شما وام میگیرم. ما باید بدانیم که فقط بیمار را نگاه نکنیم، موقعیت روانی، موقعیت تن و بدن او و مسائل اجتماعی رو نگاه کنیم و توصیه بدیم. این خیلی مهم است که ما این رو یاد بگیریم و همونطوری که گفتید خب به فال نیک میگیریم که از اول ینوری میشه قریب بیش از 2 ماه و نیم است که تاجیکستان بیمار نو در زمینه کووید 19 به قید گرفته نشده است. به پیشواز نوروز میریم، روز نو، زندگی نو، طبیعت نو میشود و انسان ها هم باید نو بشوند، ولی ما باید بدانیم فکر نو وقتی است که هم تن سالم باشد و هم روان. غافل نشیم، فریب نخوریم که اگر بیمار نو تشخیص نشده است نشان از آن ندارد که ویروس کووید 19 نیست. ویروس کرونای عامل یا سبب کووید 19 در همه دنیا هست. اگر هر جامعه‌ای غافل شود و فریب بخورد و پیشگیری ها را دوام ندهد 2 مرتبه بیماری پهن می شود. پس
دست به دست هم به پیشواز نوروز زیبا، شادآفرین، رنگارنگ، بهار طبیعت، بهار انسان می رویم. ولی در کنارش خواهشی که من دارم از همه کسانی که این برنامه رو می بینن، پیشگیری را رعایت کنن، رعایت گگنی شخصی، نقاب گذاری، فاصله گذاری، پنجره‌ها، تریزه ها رو باز کردن و شستن دست ها کماکان دوام پیدا کند. بعد از نوروز این جشن را وقتی به سلامتی گذراندیم، آن موقع است که می توانیم بگیم کووید 19 می تواند در بسیاری از نقاط دنیا و همینطور چند ماهی است که در تاجیکستان از بین رفته است، این از بین رفتن دوام پیدا کند. بسیار توصیه خوب، بسیار توصیه سریع وقتی بود. واقعا هم که غافلگیر شدن و بی‌پروا شدن البته به نفع کار نیست. استاد عزیز، تا جای میدانید چنانچه شما اشاره کردید بیماری سیل یکی از مسئله های داغ تندرستی جامعه جهان است که طول ساله هاست یک راه حلی که به نقطه پایان برساند هنوز پیدا نشده است و طور آگاه هستیم سال 26 سپتامبر سال 2018 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مسئله سیل بررسی شد و آنجا اعلامیه سیاسی هم از جانب راهبران دنیا قبول گردید که تا سال 2030 بیماری سیل خاتمه داده می شود. یعنی خاتمه به آن معنا که تا حد پایین برده می شود، یعنی از وضع اپیدمیولوژی برداشته می شود، یعنی نگران کنندگی سیل در جهان باقی نمی ماند. اما تا جایی می بینیم در بین کووید 19 پیدا شد که مانع شد و به گمانم چند سال دیگر کارهای ضد سیلی را هم به تأخیر پرداخت. و شما در این زمینه چه فکر دارید؟ همونطوری که شما فرمودید، ببینید سالها بشر قریب 100 سال است این باسیل سل را میشناخت و برنامه ریزی میکرد برای مبارزه با آن. ولی در سال 2016 وقتی که دیدن فوت سل بیش از 1,000,000 نفر در سال است و کماکان بیماری های نو داریم و سل مقاوم به درمان و سل خیلی مقاوم به درمان پدید آمد که طبابت خیلی سخت است در بعضی افرادش و در بعضی اصلا ممکن نیست، این جامعه بشری را به این حرکت واداشت که در سازمان ملل یک تعهد داشته باشد بین تمام دولت‌ها که یک جایگی بیایند دست به دست هم بدهند به خاطر فوت بیش از 100. یعنی شما اگر کووید را بذارید کنار، کووید را اگر ما در بیاریم، فوت سل جزو 10 بیماری اول مهلک دنیا هست. به این سبب و در ضمن بیماری است که قابل پیشگیری است و اگر زود تشخیص بشود 100% تبابت دارد. یعنی ما دو سوی موضوع را داریم، با یک بیماری که 100% میشه پیشگیری کرد، در مرحله های اول اگر زود تشخیص شود 100% تبابت میشود، لیکن اگر بد درمان بشود یا اینکه دیر درمان بشود یا فوت ایجاد میکند یا سل مقاوم به درمان که اگر به سوی سل مقاوم به درمان برویم جهان دچار مشکل میشد. این تعهد را ایجاد کرد که همه حرکت کنند و میبینیم بعد از آن تعهد بسیاری از کشورها از جمله تاجیکستان حرکت بسیار موفقی داشتند به جلو، به پیش که بتوانند با آن اهداف 2030 برسند. مشکلی که پیش آمد با همه‌گیر شدن کووید 19 به سبب اینکه نشانه‌های سل و راه‌های پهن‌شوی سل بسیار مشابهت داشت با کووید 19، مشکلی که پیش آمده است این است که بیشتر کسانی که در ساحه سلامتی در دنیا کار می‌کنند، پزشکان، همشیرهای طبابتی، نگاه آنها بیشتر رفته است به سوی کووید و سل را فراموش کردند. این سبب شده است که ما در دنیا در مدل‌های متماتیکسی، مدل‌های حساب که درست کردن، به نظر میرسد ما 30% به قفا رفته ایم از تشخیص بیمارهای سل نو که هر سال باید تشخیص می شدن. پس این یک نگرانی را ایجاد کرده است که نکند شخصانی که در بسیاری از جاها گمانبری شده است به کووید 19 آنها سل داشتند و حالا چه می شود؟ آنها سلشان تبابت نشده است
درمان سیمپتوماتیکی یعنی نشانه ها درمان تبابت شده است ولی سل کماکان مانده است و هم پنجشوی سل را ایجاد میکنند و همان شخصان میتواند سل دیر تشخیص ایجاد کند که آن خطرناک میشود. این یکی از مشکلات کووید 19 است به صورت مستقیم. به صورت غیر مستقیم به خاطر پنجشوی کووید 19 بسیاری از همشیره ها و پزشکان و بیمارخانه ها و مراکز بهداشتی درمانی خدمت رسانی به کووید مشغول شدند و دیگر نتوانستند بروند در جاهایی که سل را تشخیص کنند، آموزش پیشگیری از سل بدهند، آموزش تشخیص سل نو بدهند، به خاطر اینکه تمام سیستم های بهداشتی درمانی رو به کووید نگاه کرده است و مشغول کار کووید 19 شده. به این دو سبب است که به نظر می آید در سال 2019 2020 21 سل به قفا رفته است از پایان 2019 و همونطوری که گفتم با مدل های حساب و متماتیکسی 30%، ولی نیاز هست به آینده ببینیم واقعا چقدر به برنامه های سل در جهان صدمه وارد شده است. بله، در این زمینه استاد عزیز خیلی خوب قید کردید و همزمان من یک چیز رو قید کردنی بودم که آیا به اندیشه شما مثلا نقاب گرفتن مردم در دوره پاندمی کووید 19 آیا میتواند برای بهبودی پیشگیری از گسترش بیماری سل کمک کرده باشد؟ خیلی سپاسگزارم از این سوالی که مطرح میکنید. بسیار سپاسگزارم. خیلی مهم است که بینندگان و شنوندگان عزیز این برنامه ببینند. وقتی که ما میگیم رعایه گگنی شخصی، پیشگیری اولیه، این وابسته به یک بیماری نیست. این وابسته فقط به کووید نیست. وقتی شخصی نقاب میزند، هر عاملی که بتواند از دهان و بینی وارد بشود برای بیماری زایی میتواند پیشگیری شود. میتواند از کووید پیشگیری کند، زکام پیشگیری کند، سل پیشگیری کند. پس این خیلی مهمه. وقتی که میگیم دستها رو بشورند مردم، این فقط عائد به کووید 19 نیست. بسیاری از بیماری های سرایوی از طریق دست به دهان، دست به چشم، دست به دست افراد منتقل میشود. پس فاصله گذاری هم همینطور. هوای تازه، وقتی که ما پنجره ها تریزه ها رو باز میکنیم و هوای تازه میاد، سنتی در قدیم وقتی که انقدر تکنولوژی نبود برای پیشگیری از سل همین کار را میکردن. یعنی مراکزی که بیماران سل را نگه میداشتن در جاهایی نگه میداشتن که هوا در آنجا بیشتر در جریان باشد و همین هوای تازه باعث میشد که باسیل های سل کم بشود. پس نکاتی که ما برای پیشگیری از کووید 19 گفته می شود برای سلامتی عمومی جامعه خوب است، از جمله سل. حالا سوال این است، اگر مردم رعایت می کنند پیشگیری از کووید 19 و این پیشگیری می تواند در سل هم تاثیرگذار باشد، پس چرا من می گویم احتمال دارد 30% به قفا رفته باشد؟ این برای شخصانی است که رعایت نمی کنند. ببینید ما در جامعه دنیا یک خبر خوب هست، یک خبر بد. خبر خوب این است که کشورهایی که رعایت کردند، مانند کشورهای اروپایی، کشورهای مثل آمریکا، رعایت پیشگیری از سل و درمان سل خیلی موفق بودند و بیماران سل نو بسیار 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 کم بوده است. کشورهایی که رعایت نکردند همچنان تا سال 2019 بیمارهای نو سل مقاوم به درمان رو به پهن‌شوی بودند. کشورهای مانند تاجیکستان که کوشش کردند روندش سیرش رو به کنترل بوده است، ولی در جامعه جهانی همانطوری که کووید به ما یاد داد، جاهایی که مراقبت نکردن از جمله آمریکا، اروپا، تاجیکستان، هر جایی وابسته به هیچ کشور یا نژادی نیست، کووید 19 پهن شد. در بین آن اهالی که رعایت نمی‌کنند همانجا سل هم میتواند پهن شود. پس این یک موضوع دوگانه است. اگر مردم رعایت کنند نه تنها بیماران سل پیشگیری ازشان می شود، بلکه بیماری های سرایوی تنفسی دیگر هم پیشگیری می شود. ولی اگر رعایت نکنند به قفا می رویم و نه تنها کووید 19 بلکه سل هم می رود جلو. لیکن در اینجا ما داریم اشخاصی که سل گرفتن، سل نهفته گرفتن و تبابت نشدن، آنها 2 مرتبه می تواند اوت کند، یعنی 2 مرتبه بیماری را پیدا کند. پس روی هم رفته است که ما میگوییم باید
نگاه کنیم به برنامه‌های سل در کنار برنامه‌های کووید 19 و سایر برنامه‌های سلامتی. بله، سپاس زیاد استاد. واقعا در اینجا یک سوال دیگر راست گپ در ذهن من چند ماه آخر است که میچرخد. ما کووید 19 را بیش از 2 سال نیست که داریم، اما بیماری سیل از دوره همان قدیم الایام، از دوره حتی فرعون ها باقی مانده است. اما تا هنوز ما همگی یک واکسین نداریم که سال 2023 100 ساله می شود، دیگر نداریم. و اندیشه شما استاد عزیز، چرا طول یک سال برای کووید 19 که یک بیماری نو بود، ناشناخته بود، دولت های دنیا توانستند چندین واکسین آماده کنند، اما برای بیماری سیل که فافتش همه ساله از 1 میلیون بیشتر است، چرا هیچ کس مثلا یک نقشه یک واکسینی را روی دست نمیگیرد؟ خیلی خرسندم از سوالهایی که شما به من میدهید و واقعا دست مریزاد. رحمت به شما برای سوالهاتت. متاسفانه در دنیای کنونی ما، در عموم دنیا، تبعیض هنوز وجود دارد. بیماری کووید 19 به سبب آنکه هم افراد بای و مبلغدار و هم افراد بی پول همه دنیا گرفتارش شدند، جهان را به این حرکت آورد که همه مبلغ گذاری کنند و همه مراکز علمی جهان را تشویق کنند با مبلغ گذاری که کوشش کنند تحقیق کنند و واکسن بسازند، تبابت نوها را پیدا کنند، تشخیص نو، به خاطر صدماتی که به اقتصاد جهان زد. ببینید در جهان فقط سلامتی نیست، سلامتی وابسته است به اقتصاد. اگر مردم سالم نباشند، به سر کار نروند، مبلغ در نمی آید، اقتصاد رشد نمی کند. پس به خاطر ضررهایی که همه‌گیری کووید 19 بای و فقیر به کشورهایی که پولدار بودند و تکنولوژی داشتند و کشورهای بی پول و فقیر انجام داد، این بود که جهان را مبلغ گذاری را تشویق کرد که بیماری را ظرف 1 سال ما می‌بینیم چندین نوع واکسن هست. ولی بیماری سل که عموماً متاسفانه به بیماری فقیرها، به بیماری کمبغل‌ها نامیده می شود، ما می‌دانیم طی 100 سال گذشته که علم پزشکی اینقدر پیشرفت کرده است، ولی تبابتش کماکان همان تبابت‌های ساده اولیه است و همانطوری که گفتید فقط یک واکسن BCG داریم. در صورتی که اگر همین مبلغ گذاری‌ها برای بیماری‌های مثل سل یا برای بیماری‌های مثل HIV AIDS ویچ انجام می‌شد، آنها هم به ثمر می‌رسید. پس در کل ما می‌بینیم صدمات اقتصادی وابسته است به سلامتی. حالا این چه توصیه‌ای را می‌دهد؟ این توصیه می‌دهد به جهان، به سیاستگزاران بین‌المللی، به سیاستگزاران هر کشور که کووید 19 درست است که همه فکرها در کووید 19 رفت، ولی نگاه بازتر این است که اگر کشورها سرمایه گذاری کنند روی سلامتی، خیلی بهتر است جوابی که میگیرند به خاطر جامعه سالمی که دارند در زمینه اقتصاد. خیلی از کشورها میآیند سرمایه گذاری در جاهای دیگر میکنند برای اقتصاد بهتر خلق، برای اقتصاد عمومی. لیکن این کووید 19 و همانطور فرمایش شما بیماری های مثل سل ویچ نشان داد که اگر کشورها در ساحه سلامتی هر چقدر بیشتر سرمایه گذاری کنند و زیرساخت‌های سلامتی را بهتر کنند، باعث می شود که اقتصاد بهتری داشته باشند، چون جامعه سالم حرکت‌ها و فعالیت‌های سالمی انجام می‌دهد. برگردم به سوال شما، بله، اگر سرمایه گذاری هایی که در زمینه کووید 19 انجام شد، در زمینه بیماری سل انجام شد، قطعاً ما هم تبابت‌های بهتری بود، هم تشخیص‌های بهتری بود و هم شاید واکسن‌های بهتری انجام شد. سپاسگزارم استاد. بسیار جواب مشخص، بسیار جواب واقعی دادید و اینجا باز یک سوال دیگر، چنانچه در اول اشاره کردید، من یک سوال دیگر دادم. شما وضع کشور ما را خیلی خوب میدانید، خیلی خوب آموختید، خیلی آشنا هستید. شما در زمینه همکاری بسیار ساحه برای پیشگیری، تبابت و همینجور به حیات مقرری برگرداندنی آنهایی که از
بیماری سل تبابت گرفتن، یعنی همکاری ساختارهای مربوطه را چگونه ارزیابی میکنید؟ چگونه میبینید؟ مثلا چنانچه گفتید آنها رهبران کشورهای دنیا دست روی هم گذاشتن تا برای بیماری سل کوشش یکجایی داشته باشند. همین را در سطح کشورها چگونه میتوان دید؟ چگونه مثلا کاری تنها ما فکر میکنیم مثلا کاری تنها طبیب نیست که برود سراغ بیماری سیل اون را دریافت کند، اون را به تشخیص بفرستد و بعد از تشخیص و درمانگاه ها تبابت کند و دیگر. مثلا یک طبیب نمیتواند که همه این کار را انجام داده باشد و فکر شما باید همکاری ها چگونه باشد تا جانناک باشند، تا تقویت یابند؟ ببینید، برای بیماری نتیجه داشته باشد کارش، یک حکومت هم به تنهایی نمیتواند، مردم هم به تنهایی نمیدهند، باید اینها دست به دست هم بدهند. یعنی هم خلق، هم سازمان‌های مردم نهاد، در اصطلاح NPO ها، سازمان‌های غیر دولتی، و هم ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی از جمله وزارت تندرستی و سایر وزارتخانه‌ها. این فقط هم عهدهدار وزارت تندرستی نیست، برای اینکه یک بیماری جامعوی هست. اینها باید دست به دست هم بدن. شما کشورهای مختلفی داریم که در زمینه سل موفق بودن، ولی وقتی که نگاه میکنید، تحلیل میکنید، چه در زمینه سل، چه در زمینه بیماری نقص مسئولیت آدم، HIV ایدز، وقتی موفق شدن که همه دست به دست هم دادن. همین کووید 19 هم همین را به ما نشان داد. یعنی نشان داد کشورهایی که فقط حکومت میخواد کار بکنن، مردم اون اعتماد و همکاری را ندارن، نتیجه نداده است. آنجایی که مردم به تنهایی خواستن جلو بروند، نتیجه نداده است. آنجایی که مردم و حکومت و اسباب اخبار عامه و سازمان‌های مختلف دست به دست هم دادن، از جمله تاجیکستان، می‌بینیم نتیجه مثبت بوده است. پس برای کنترل سل ما باید بدانیم یک طبیب در کلینیکش نمیتواند معجزه کند و سل را تبابت کند یا پیشگیری کند یا کنترل کند. باید مردم هم وارد برنامه بشوند، سازمان‌های مردم نهاد هم بیایند، یعنی NPO ها، و طبیب ها در قسمت تبابتش هستند، چون ما آموزش عمومی را داریم. اخبار عامه باید بیاید با همکاری سازمان‌های مردم نهاد که در بین مردم هستند. ببینید، صدای مردم را سازمان‌های مردم نهاد میشنوند، میتوانند با اخبار عامه همکاری داشته باشند، چه جمله‌هایی گفته بشود، چه برنامه‌های آموزشی از تلویزیون‌ها، از وبسایت‌ها گفته شود. در کنار آنها در بین اهالی هستند، میتوانند کمک کنند به طبیبان برای تشخیص زودرس، برای آموزش که چه شخصانی برود پلیکلینیکا تبابتی و طبیب عائلوی، با همکاری سازمان‌های مردم نهاد NPO ها و مردم یک جایگی برنامه سل را وارد وارد خدمات اولیه سلامتی بکنند. آن موقع است که شما بسیار پیشرفت میکند برنامه، چون یک جایگی میشود. دیگر نیاز نیست که یک گروه از مردم نهاد برود در آن محله و طبیبش با او همکاری نداشته باشد. اینها همه یک جایگی میشود، در هر محله یک جایگی کار میکنند و به همدیگه یاردان میدهند. این نیازی هست که ساختار سل و همینطور HIV ایدز، یعنی بیماری نقص مسئولیت آدم، در تاجیکستان تا داخل بشود، در اصطلاح اینتگریت بشود، داخل بشود به برنامه‌های کس و کمک می‌کند به افزایش توان هم سازمان‌های مردم نهاد، برای اینکه بدون دستگیری آنها نمی‌شود، NPO ها باید باشند و جامعه باشند، و هم کمک می‌کند به همشیره طبابتی و طبیب عائلوی که آن اهالی را هر روز دارد می‌بیند، بتواند زودتر تشخیص کند. سپاس زیاد استاد. من میخواهم سوالها را از کل به جز برگردانم. میخواستم بپرسم که وقتی کووید 19 و بیماری سل هم ردیف میشوند، یعنی وقتی کووید 19 در شخصی که علاقه بیماری سل دارد پیدا میشود، این چگونه است؟ یعنی باید چیکار کند شخصی که دارای بیماری سل است؟ یعنی چگونه تاثیر خواهد داشت؟ ببینید، در متاسفانه تحقیقاتی که ما داریم در بین شخصانی که سل داشتند و کووید گرفتن کم است، خیلی زیاد نیست، به خاطر اینکه بیشتر تحقیقات کووید 19
در کشورهایی انجام شده است که بیماری سل در آنها کم بوده. یعنی کشورهای اروپایی، کشورهای آمریکایی که تحقیقات کووید زیاد بوده است، در آنها افرادی که سل داشته باشند خیلی کم بودن. به این سبب است تحقیقات در دنیا در زمینه سل و کووید کم است. با همان کم بودن ما یک سری دستاوردها رو داریم. میدانیم که شخصانی که سل داشتن و کووید گرفتن خطر مشکلات و شدت‌های بیماری در آنها بیشتر بوده است. برای این است که توصیه بسیار زیادی می شود که کسانی که سل دارند حتما رعایت کنند که کووید 19 نگیرند، به سبب اینکه هم سل در حجیره‌های شش تأثیر می‌گذارد و هم کووید 19 باعث التهاب حجیره‌های شش می شود. پس هر دو بیماری در حجیره‌های شش که نیاز نفس کشیدن است، اکسیژن رسانی به خون است، باعث خراب شدن آن حجیره‌ها می‌شوند و دچار مشکلات تنفسی می‌شود، نفس کشی می‌شود. پس به این خاطر شدت بیشتر است و حتی در بعضی مطالعات نشان داده شده است که این خطر بیشتر از شخصانی است که حتی دیابت یا بیماری قند داشتند. تصور بر این بود که کسانی که قند دارند بیشترین خطر را دارند، ولی حاضر در بعضی تحقیقات‌ها، البته این محدود از تحقیقات‌ها، نشان داده است که در شخصانی که سل می‌گیرند این خطر می‌تواند بیشتر از حتی دیابت باشد برای شدید شدن و خطر آفرینی برای سلامتی فرد. پس این از یک لحاظ. توصیه اکید این است که شخصانی که سل دارند 100% درمان سل را دوام دهند. نه وابسته به اینکه کووید گرفتند یا نگرفتند، باید درمان سل بدون وقفه، بدون ایستادن دوام پیدا کنند. دو، حتما مراقبت پیشگیری را بیشتر انجام بدن که به کووید 19 مبتلا نشود. حالا اگر شخصی سل گرفت و کووید 19 گرفت، باید درمان سل دوام پیدا کنند. درمان کووید 19 می‌دانیم تا به امروز درمان قطعی کووید 19 نداریم. دسته‌بندی می‌شوند. کسانی که کووید 19 شدید می‌گیرند باید 10 روز پردنیزولونش رو بزنن، دگزامتازونشون رو بزنن، حتما داروهای ضد لخت شویشون رو بزنن و اکسیژن بگیرن. در بیمارخانه مراقبت انجام میشه. در کسانی که میانه و ملایم می‌گیرن، همان تبابت سل و پیشگیری از پنجشوی به دیگران. سپاس زیاد استاد عزیز. در این زمینه طور خبر دارید علاقه وایه‌های اولین واکسن به تاجیکستان رسیدند و درباره نوع‌های واکسن‌ها، درباره تأثیرات آنها خبرهای زیاد و نخیز هستند در وسایل اخبار عامه جهانی. همزمان نگرانی البته شخصان بیماری سیل هم در این زمینه هست که آیا آنها واکسینه بگیرن از کووید 19 یا نگیرن. چه تاثیراتی خواهد داشت اگر شخصی بیماری سیل واکسینه کووید 19 بگیرد؟ من پیش از اینکه به واکسن بپردازم یک نکته رو میخوام، چون میدونم برنامه‌های شما مخاطب، شنونده و بیننده زیادی دارد، خصوصا همکاران پزشک و همشیرهای طبابتی. یک توصیه از اول برنامه شروع کردم، حالا اینجا میخوام 2 مرتبه دوامش بدم. من عرض کردم نسبت به شخصانی که سل میگیرند و کووید میگیرند چه حالتی هست. مشکل در تشخیص ما داریم. خواهشی که من دارم از همکاران، شخصانی که مراجعه میکنند، اگر سرفه دارند، اگر تب دارند، نه وابسته به اینکه خلط و بلغم دارند یا ندارند، هم نگاه به کووید بکنند، هم به سل هم نگاه کنند. یعنی فقط نیان بگن یا زکام فصلی است یا کووید است یا کووید نیست، فقط زکام فصلی است. حتما به سل هم نگاه کنند، چون ما اونجا مشکل داریم. ببینید شخصانی که تشخیص سل میشوند و کووید، دیگر ما میدانیم چه کار باید کرد. مشکلی که در جهان پیدا شده است این است که شخصانی که باید سل تشخیص میشدند، سل تشخیص نشدند، زکام فصلی تشخیص شدند یا کووید تشخیص شدند. پس همکسبان محترم من، هر شخصی که میآید تسب دارد، سرفه دارد، اگر بلغم داشت یا نداشت، نه وابسته به آن، اگر نگاه گمانبری میکنید به کووید یا زکام ها، همزمان گمانبری کنید به سل هم. یک تست سل بدهید، یک رنتگن شش انجام بدهید، جای نگرانی نیست. اگر ما برای بیماران کارهای تشخیصی زیاد انجام بدهیم این بد نیست. بهتر این است که وقتی تشخیص درست میکنیم تبابت درست میکنیم. در بعضی وقتا ما میبینیم کارهای تشخیصی کم انجام میشود، کارهای تبابتی 10 دارو به بیمار داده میشود. این به نظر من باید یک کمی عوض بشود
بیشتر ما نگاه کنیم به تشخیص درست. اگر رنتگن میدیم، اگر تست PCR میدیم، تست بلغم میدیم، هیچ مشکل نیست. تست خون بدیم، اینها رو بدیم. تشخیص وقتی درست باشه تبابتش راحت است. پس به همکسبان 2 مرتبه توصیه میکنم، به شخصانی که به مراجعه میکنن به شما، حتما گمانبری سل هم داشته باشید. به سوال شما برسم، همونطوری که عرض کردم، به خاطر سرمایه گذاری، مبلغ گذاری های زیادی که در دنیا انجام شد و مراکز تحقیقاتی زیادی که به کووید 19 پرداخت، ما الان واکسن ها یا امگذاری های زیادی داریم. از 6 مکانیزم، 6 نوع واکسن دارد به بازار می آید. تا حاضر 4 نمود مکانیزم آن که 6 نوع واکسن می شود تایید شده است. یعنی اینکه واکسنی هست که خود ویروس کووید 19 را سست کردن، واکسنی هست که در اصطلاح ما میگیم هر ویروس میتواند یک بیرق داشته باشد. این بیرق اختصاصی آن ویروس است. یعنی کووید 19 بیرق اختصاصی خودش را دارد که به آن آنتیژن میگن. این قسمت کلاهک آنتیژن را گرفتن، چسباندن به یک ویروس سست شده و این یک نمود ویروس است. در واکسن های دیگری هست که ویروس برای ایجاد، برای به وجود آمدن ویروس، ما یک قسمت گنومی ژنتیکی داریم که آن را در واقع مسنجر RNA mRNA میگن، که این فرمان میدهد که مثال دیواره ویروس درست شود، قسمت های ویروس درست شود. این قسمت مغز را گرفتند و وارد حجیره های روغنی کردند و به بدن میدن، در بدن ویروس تولید میشود. مکانیزم ها یا راه های مختلفی است. این چه خوبی دارد؟ این خوبی دارد که چون بیماری نو پدیدار شده است و علم بشر زیاد نیست، از چند راه به تولید واکسن رسیدند که اگر در آینده یکی از آن راه‌ها ثمره‌ناکی لازم را نداشت یا مشکل ایجاد شد، در اصطلاح ما همه تخم مرغ‌ها را در یک بسته نگذاشته باشیم، از واکسن دیگر استفاده کنیم، از واکسن سوم استفاده کنیم. پس خبر خوب این است که واکسن‌های مختلفی هست. حالا در بعضی ما وبسایت ها یا یوتیوب ها یا فیلم های کوتاه میبینیم که ریکلمه ها یا نشانه ها، تبلیغات منفی می شود بر ضد واکسن. تا به امروز همزبانان عزیز تاجیک من، تا به امروز که میلیون ها نفر هم از واکسن اسپوتنیک 5 از روسیه، هم واکسن مادرنا و فایزر تولید مشترک آمریکا و آلمان، هم واکسن استرازنیکایی که تولید دانشگاه آکسفورد، سوئد و در هندوستان استحصال می شود، این واکسن ها و واکسن اخیراً جانسون اند جانسون آمریکا زده اند، هیچ موردی که قطعاً نشان دهد فوت باعث واکسن بوده است دریافت نشده است. هیچ موردی نداشته، پس مورد فوت نبوده است. بعضی وقتا من این گپ را میزنم، به من یک ویدیو نشان میدهند که یک خانم همشیره‌ای رفته است، واکسن زده است، واکسن فایزر، و بلند شده است و غلطیده است و دکترها میروند روی سران. ببینید این فیلم ها یک قسمت میده است از یک فیلم 3-4 دقیقه‌ای. آن خانم، ببینید در اصطلاح پزشکی یک شوکی ما داریم به نام شوک وازوواگال. شوک وازوواگال این است که کسانی که واهمه دارند فشار خونشان پست می شود، برای 1 مینوت 2 مرتبه این فشار می رود بالا. حالا این فشار، بلندی فشار داولینش کم می شود، یک کمی حالت گیجی می گیرد، پا را می برند هوا و اون خوب می شود. آن خانم فوت نکرده است. آن خانم فقط یک فشارش باولینش از ترسی که داشته است از سوزن اینطوری شده است. واکسن عارضه نداشته است. تنها عارضه هایی که ثبت شده است برای واکسن ها، آیا واکسن ها عارضه دارند؟ واکسن ها تا امروز که میلیون ها نفر زدن، عارضه هایی که داشتن، یکم در بعضی شخصان در جایی که واکسن را میزنن درد ایجاد شده است. من پدرم واکسن فایزر زده است، مادرم واکسن فایزر، پدرم هیچ دردی نداشت، مادرم در بازوش احساس درد داشت. پس در بعضی شخصان درد ایجاد میکنن، در بعضی شخصان برای مدت کوتاهی میتواند یک کمی حرارت بلندی ایجاد کنند، در بعضی شخصان میتواند آن قسمت سرخی ایجاد کنند. هیچ کدام عارضه هایی که خطر آفرین برای فوت باشد نبوده است. لیکن در شخصانی که بدن آنها حساسیت زیاد داشته است، در شخصانی که پیش از واکسن حساسیت زیاد داشته است،
واکسن حساسیت ایجاد کرده است. به این سبب است که توصیه می شود شخصانی که حساسیت زیاد داشته اند یا واکسن نزنند یا اگر واکسن میزنند حتما 1 ساعت تحت نظر باشند. حالا سوال پیش می آید که ما از کجا بدانیم شخص حساسیت دارد یا ندارد؟ تمام شخصانی که واکسن میزنند برای 20 مینوت در آن مرکز باید بمانند. شخصانی که حتی حساسیت زیاد هم داشتند فوت در آنها ایجاد نکرده است. فقط آنها نیاز داشتند که داروی ضد حساسیت را همونجا گرفتن و 1 ساعت بعد رفتن خانه. این توصیه اینها فکت ها یا سند های علمی است که من خدمت بینندگان شنوندگان عزیز میدم. پس در هیچ موردی ما فوت نداشتیم. در شخصانی که حساسیت داشتن یک کمی حساسیت بلند شده است که با طبابت ضد حساسیت کنترل شده است. حساسیت های موضعی و دردهای موضعی داشتیم. شاید به من بینندگان عزیز شما بگن که ما در 1-2 روز گذشته دیدیم که در بعضی کشورها واکسن آسترازنیکا را گفتند توقف ایجاد کردن در دوامش. چند مورد، قریب 5 تا 7 مورد لخت شوی خون در بعضی کشورهای اروپا گزارش شده است. ببینید لطفاً دقت بفرمایید، این در 5 تا 7 مورد است از میلیون ها نفر که واکسن زده‌اند. لخت شوی خون گزارش شده است. این لخت شوی دارد تحقیق می شود که آیا به واسطه واکسن بوده است یا اینکه لخت شوی در همه افراد می تواند ایجاد شود مانند جامعه بوده است. پس همان چند لخت شوی اگر می بینید در بعضی کشورها گفتند که واکسن زدن یک نوع نمود واکسن متوقف شود، این نگفتند من، گفتند متوقف شود تا ما تکلیف آن 5 تا 7 نفر را پیدا کنیم که این لخت شوی به سبب واکسن بوده است یا مانند سایر افراد. ببینید در جهان همه بیماری ها که بس نشده است، بیماری های پیشین، لخت شوی ها، بیماری های سرایوی بوده است، کووید 19 هم علاوه شده است. پس هر تحقیقی باید مشخص کند که سبب آن موضوع به سبب کووید بوده است یا واکسن کووید، یا اینکه پیش از کووید هم این افراد می توانستند لخت شوی انجام بشد. تنها مورد گزارش این است. مردم، برگردم به سوال شما، نه وابسته به اینکه سل دارند یا ندارند، اگر واکسن در دسترس هست، توصیه من این است که وقتی که ما یک واکسنی هست که بیش از 80% تا 94% می تواند پیشگیری کند از یک بیماری که 1 تا 3% فوت دارد. ببینید کووید 19 ما میگیم 80% تبابت نمیخواد، 20% شدید میشود، ولی مردم نباید ساده بگیرن 1 تا 3% فوت ایجاد میکند. این شوخی نیست. 1 تا 3% شخصانی که کووید میگیرن میتوانند فوت کنند. از سوی دیگر با 2 تا تزریق واکسن میتواند پیشگیری کند از این بیماری. با همین نقاب زدن، فاصله گذاری میتواند پیشگیری کند. پس مهم است که پیشگیری کنیم، به خاطر اینکه هیچ ضرری از واکسن با آن صورتی که بخواهد تشویش ایجاد کند وجود نداشته است تا به امروز. بسیار توضیحات خوب، بسیار توصیه‌های خوب دادید استاد عزیز. همینجا میخواستم وابسته و جنبه‌های اجتماعی بیماری‌ها برگردم. یعنی در برابر اینکه طبیب یعنی طبابت کند، یعنی توصیه‌های طبی بدهد، باز جهت‌های مسئله‌های روانی، مسئله‌های اجتماعی بیماری‌ها هم باید فکر میکنم در مد نظر باشند. یعنی که یک شخص است طبابت سیل میگیرد اما داروهایش را نمیخورد، استعمال نمیکند. شاید اون به سبب است که از جهت روانی مثلا حالش خوب نیست، یا از جهت اجتماعی که مشکلات زندگی سرش هست، برای همین فکر میکند و مثلا به سلامتی خود توجه نمیکند. لطفا در این موضوع یک روشنی میانداختید، یک توصیه های خوب خود را میفتید. خیلی مهم است. ببینید تشخیص، من همونطوری که عرض کردم بسیار مهم است که ما یک بیماری را درست تشخیص کنیم، ولی درست تشخیص کردن برای طبابت است. اگر طبابت درست انجام نشود، خصوصا در بیماری مانند سل که اگر طبابت درست انجام نشود میتواند سل مقاوم به درمان ایجاد کند
و این سل مقاوم به درمان دیگر تبابتش ساده نیست و در بعضی وقتا اصلا تبابت دیگر نمی شود. پس از یک موضوع ساده تشخیص و تبابت می شود به یک موضوعی که دیگر تبابت نمی شود و فوت می شود. به این خاطر است که در بیماری سل هم تشخیص مهم است هم تبابت. حالا تبابت نیاز هست که طبیبان و همشیره‌های عائلوی که در کلینیک‌های کتس کار می‌کنند، خدمات اولیه طبی، کلینیک‌های وابسته به سل کار می‌کنند، مراکز سل ناحیوی، ولایتی، هر کسی که در زمینه سل کار می‌کند باید توجه داشته باشد که بیمار آمادگی تبابت بلند مدت سل را داشته باشد، چون یک روز و دو روز نیست. باید از لحاظ هم فکر هم از لحاظ اجتماعی، ببینید اگر یک شخصی هست که نمیتواند معاش پیدا کند، فکرش ناراحت است، کارش را از دست داده است، حالا باید داروی سل بخورد، این باید هر روزه به او کمک رسانی بشود که این داروها را استعمال کند، استفاده برد، قطع نشود این تبابت. اینجاست که نقش همشیره‌ها مهم است در کنار طبیبا و نقش سازمان‌ها و مردم مهم است. سازمان‌های NPO ها، سازمان‌های مردم نهاد، اینجاست که می‌توانند یاردان بدهند. نقش هنرمندان عزیزی که شما آدم‌های دلکش زیاد دارید، شما آدم‌های مخلص زیاد دارید، شما می‌توانید پیغام ما پزشکان را بهتر به مردم بدهید. بیایید از مردم تقاضا کنید که این تبابت را دوام دهند، چون بیماری سل کسانی که درست تشخیص می‌شوند و درست تبابت می‌شوند به پورگی قابل کنترل است. ولی اگر این تبابت قطع و وصل شود، اگر این تبابت درست انجام نشود، یک مشکل فاجعه سل مقاوم به درمان ایجاد می‌کند. پس یکم، طبیبان و همشیرها باید حوصله داشته باشند، با بیمار صحبت کنند، نگاه کنند. درست است که یک آزمایش نشان می‌دهد سل مثبت است و تبابتش این است، ولی به همین نباشد که 5 مینوت این را تمام کنند. باید با بیمار صحبت کنند، مسائل فکری او، مسائل روانی او، مسائل اقتصادی اجتماعی او، مسائل عائلوی او. در کشورهایی بوده است تحقیق کردند، دیدن کسانی که سل میگیرند نمیخواهند در خانواده کسی بفهمد، شرم میشود. در بسیاری از کشورها دختران جوانی که سل گرفته بودند، برای آنها دیگر کسی نمیرفت شوهر پیدا کنند. در چند کشور آفریقایی و در کشور آسیایی ما داشتیم. پس مسائل استیگما، یعنی تبعیض و تمغه گذاری در بیماری‌های مثل سل، مثل ویچ اسپید، بیماری نقص مسئولیت آدم مهم است. اینها را باید طبیبان توجه کنند، همشیره‌ها توجه کنند و یاردان هم بگیرند از سازمان‌های مردم نهاد، از اهالی یاردان بگیرند که شاید آنها توصیه‌هایی بدهند که بشود این کارها بهتر صورت گرفت، در ضمن اینکه حفظ سر بیماری. همشیره‌ها و طبیبان باید به این توجه کنند. ما حق نداریم سر بیمارانمان را به شخصان دیگر بگوییم. اگر کسی سل دارد فقط خود او بداند و با اجازه اوست که ما به دیگر کسی که او معرفی می‌کند می‌توانیم بگیم. اگر او اجازت نداد، این سر بیماری است و باید در بین فقط طبیب و همشیره و بیمار بماند. خیلی مهم است مسائل تمغه گذاری، تبعیض اجتماعی و نگاه طبیب و همشیره به نه فقط سل، به مسائل اجتماعی، اقتصادی، روانی بیمار. بله خیلی سپاسگزار هستم استاد از توضیحات شما. واقعا هم ما در همکاری بازداشت سل در تاجیکستان یک دسته داریم با نام دسته قهرمانان ما نیست با سل، که در آنجا هنرمندا، هنرپیشه ها، آوازخوان‌های شناخته تاجیک، ورزشکاران شناخته تاجیک، از جمله آوازخوان‌های معروف همان شبنم ثریا، نازیه کرامت الله، حبیب حکیموف، آوازخوان‌های معروف همان، همزمان هنرپیشه‌های معروف همان استاد نورالله عبدالله، دلیر میرخانوف و این گونه شخصیت‌های معروف، از ورزشکاران مشهور هم موضوعانه چاریه و اینها همگی ما آوردیم سر یک دسته و هر زمان البته که پیام‌های خود را می‌دهند و مردم در بسیاری از معرکه‌مان هم همراه ما در چاره‌بینی‌ها همراه ما می‌روند و دیداربینی بیماران می‌روند و همین گونه یک چاره‌بینی در نظر داریم و خریبه در روز جهانی سل می‌خواهیم به بیمارخانه
بیماری های سیل مچیتان که واقع در شهر وحدت است، در اونجا با همراهی این بزرگان برویم، به عیادت بیماران برویم و اونجا یک چاره‌بینی داشته باشیم و همین گونه پیام های ویدیویی، پیام های متنی طریق صحیفه های اجتماعیشان هر زمان بانو نازیه کرامت الله، بانو شبنم ثریا، همین گونه همه اعضای دسته ما البته هر زمان میدهند. ما هم کوشش میکنیم که بله سهم گرفته باشیم، اما هنوز هم فکر میکنم که این کار ما بسنده نیست، یعنی کار ما کفایت نمیکنم در این زمینه که کووید 19 برآمد، تا یک اندازه چاره‌های محدود کننده کارهای ما را هم محدود کردن، اما فکر میکنم که باز هم خوب میشد که مثلا در این زمینه یعنی همگرایی باشد بین آوازخوان، بین سازمان‌های مردم نهاد، سازمان‌های تشکیلات‌های جمعیتی و همزمان بین وزارتخانه‌ها و مؤسسه‌های تندرستی. یعنی وقتی همگرایی شد، وقتی همه در یک جایگی شدن و همزمان ما چیزی دیگر را فراموش نکنیم که ما در یک جایگی با کمیته دین تنظیم و جشن و مراسم، ما همزمان با روحانیان هم کار می‌کنیم. یعنی که ما از اونها هم می‌خواهیم که در بین مردم گفتمان‌های درباره سیل داشته باشند، چون سخن آنها از سخن دیگران پیشتر میرسد. چون وقتی کودکم تولد شد، اول یعنی که پیش همون روحانی میروند تا نام بگذارد، از آن بگوید و بعد آن تا وقت فوت که جنازش هم همون یعنی که روحانی میخورد و همین زمین همین گونه ما هم از اونها بسیار خواهش میکنیم که یعنی که در این زمینه با مردم کار کنن و فکر میکنم اینجا باز نقش دیگر سوها، مثلا کمیته جوانان، کمیته ورزش، کمیته زنها نیز فکر میکنم که دیگر مقامات ها نیز باید یعنی که نقش خود را داشته باشند تا یعنی در یک جایگی یک حرکت بسیار ساحه با یک هدف، یعنی هدف خاتمه سیل داشته باشه. دقیقاً من سال گذشته برنامه‌های فرهنگی شما رو دیدم، خیلی هم لذت بردم، حلاوت بردم وقتی که دیدم که حافظها، هنرمندها رو آوردید و با آنها صحبت کردید و امیدوارم امسال هم دوام پیدا کنن. و همونطور که شما فرمودید ببینید همه شخصان به قول معروف کلیدی، شخصان تاثیرگذار در هر جامعه‌ای باید بیاید کمک کنند. این برنامه‌ها چون بیماری جامعه‌وی است، نیاز به همه افراد دارد که می توانند در جامعه شنونده داشته باشند، تاثیرگذار داشته باشند، چه سازمان‌های دولتی، چه شخصان کلیدی، شخصان مهم و چه تشکیلات جمعیتی و مردم نهاد. دقیقاً همینطور است و کشورهایی که موفق شدند به همین صورت بودند. منتها ما می‌دانیم، ببینید همونطوری که شما فرمودید، بیماری سل دیگر بیماری نوپدید نیست که بگیم یک سال است وجود آمده است. در تاریخ بشریت بوده است، بیش از 100 سال است کشف بیماری سل را داریم، ولی کماکان با این بیماری هستیم. پس یک شبه نمی شود آن را از بین برد، ولی با دوامناک بودن، دوام دادن برنامه ها می شود کنترلش کرد، مانند بسیاری از کشورهای دیگر که این کار را کردن. و من خیلی خوشبینم که تاجیکستان هم می تواند مانند کووید 19 به این دستاورد برسد، لیکن نیاز به همکاری همه ساحه ها و همه تشکیلات با هم هست. تشکر زیاد استاد. من یک سوال دیگر دارم، بسیار این سوال بیشتر به امید نزدیک است تا اینکه سوال باشد، این بیشتر امید است و خوشبین هستم، هرچند باور کامل ندارم لیکن خوشبین هستم و همین را من از شما همچون کارشناس سطح جهانی پرسیدن میخواهم که آیا جامعه جهانی آماده است، یعنی مثلا آن مبلغ گذارهایی که برای کووید 19 برای واکسین کووید 19 مبلغ گذاری کردن، آن الکی ما بدونیم که چند یعنی واکسینه های خوب و مفید و ثمرناک داریم که الکی یعنی تاثیرات خوبشان نشان دادن، یعنی که ثمرناک بودن خود را اثبات کردن. آیا باقی آن مبلغ هایی که در اونجا برای بیماری کووید 19 جدا می‌گردد روانه شده است، آیا می توانیم یک قسمت آن را مثلا
برای آیا جامعه جهانی آماده است که یک قسمت آن را برای ساختن واکسن بیماری سل روانه کند؟ همونطوری که فرمودید ما امید داریم به آینده، مخصوصا این روزهایی که دیگر به نوروز نزدیک میشویم. نوروز است و امیدهای نو و آرزوهای نو. قطعاً ببینید این مبلغ گذاری ها و حرکت های علمی که برای درمان و واکسن کووید 19 انجام شد می تواند بسیار تأثیر در سل بذارد. به خاطر این مبلغ گذاری ها، مکانیزم ها، روش های مختلفی تحقیق شد و این روش ها فقط برای ویروس کووید 19 نیست، می تواند جاهای دیگر هم ثمرناک باشد. یعنی همین روش ها برای ویروس ویچ هم می تواند در آینده ثمرناک باشد، می تواند برای باسیل سل که ویروس نیست، یک باسیل است، آنجا هم بتواند مکانیزم های نو ایجاد کند. این یک پس پیشرفتی که علم کرد می تواند غیر مستقیم تاثیر بذارد. دو این است صندوق جهانی گلوبال فاند که همه ساله به همه کشورها از جمله تاجیکستان کمک می کند به زمینه سل، آنها این کار را دوام می دهند. پس جای نگرانی نیست، این کارهای حمایت‌های بین‌المللی دوام خواهد یافت و حتی اگر بودجه هایی از کووید 19 باقی بماند، قطعاً می رود به بیماری هایی مانند سل، ویچ و هپاتیت کمک خواهد کرد. ولی بشر این را دانست وقتی که نگاه علمی می شود و حرکت علمی می شود، این فقط برای کووید 19 ثمرناک نیست، برای سایر بیماری ها هم ثمرناک است. پس من هم مانند شما به آینده امیدوارم و مطمئن هستم جامعه علمی بشری با آموخته هایی که طی 2 سال گذشته پیدا کرده است می تواند قطعاً به بیماری سل کمک کند. لیکن ما باید بدانیم امروز اگر پیشگیری کنیم از یک بیماری و تبابت خوب انجام بدهیم، همین امروز هم جامعه بشری برای بیماری سل درمان دارد و پیشگیری دارد. به آینده امیدواریم، ولی امروز ما هم می توانیم کمک کنیم که سل نگیریم و یا اگر سل گرفتیم با تبابتی که به توصیه دکترها انجام می شود سالم بمانیم. می دانیم این تبابت ها ثمرناک است. بیماری HIV ایدز تبابت دارد، تبابتش 1 عمر است ولی ثمرناک است. ما 20 سال پیش فوت HIV ایدز را داشتیم، فوت بیماری نقص مسئولیت آدم را داشتیم. حاضر کسی به خاطر آن نمیمیرد، یک بیماری کرونیکی است. بیماری سل تبابتش 100% ثمرناک است و پیشگیری میکند از مقاوم به درمان و فوت. پس امروز هم امیدواریم، ولی به آینده امید بیشتری داریم و میمانیم آرزو میکنیم که دانشمندان دنیا کمک بیشتری بتوانند به ساحه سلامتی بشری انجام بدن. استاد عزیز، شعار امساله روز جهانی سل The clock is ticking، یعنی وقت در شتاب است می باشد و در این آستانه نوروز عجم، نوروزی که از نیاگان من و شماست و در آستانه روز جهانی سل، میخواستم پیام شما را برای شخصان بیماری سل، برای عائله های از سل آسیب دیده و در عموم برای جامعه تاجیکستان بشنوم. من اول با شخصانی که حاضر بیماری سل را دارند میگم که نگران نباشید، شما تبابت را دوام بدهید. این تبابت ها ثمرناک است، به کار برمیگردید، در عائله زندگی میکنید بی تشویش بی ملال. ما میدانیم تخمین گمان زنی هایی که میشود قریب 20 تا 25% جمعیت جهان گمانبری میشود که با سل در علاقه بودند. ما میدانیم که در سال 2019 قریب 10 میلیون نفر سل گرفتند. پس این بیماری، درست است که ما نگرانیم که کسی بیمار نشود، باید حواسش جمع باشد، بیمار شد، ولی برای شما که بیمارید تبابت‌های ثمرناک وجود دارد. تبابت را دوام دهید، برگردید به جامعه خودتان، به زندگی عادی برگردید. در بین اهالی شخصانی که سل گرفتند هم توصیه این است که ما بدانیم که پیشگیری باید بکنیم. آن شخصی که سل گرفته است گناه او نبوده از سل گرفته است، این یک بیماری سرایوی است
شاید به خاطر تقصیر من طبیب است که توصیه درست ندادم و اون سل گرفته است. پس بدانیم که آن هیچ گناهی نبوده است برای اون. آن مانند سایر افراد جامعه است، میتواند در تماس، در علاقه با یک باسیل، یک میکروبی باشد که گرفته باشد، به او یاردان بدهیم. هم از لحاظ فکری هم از لحاظ خوراکی نیاز هست به افرادی که سل هست یاردان دهی بشود تا او برگردد به زندگی. ولی به جامعه تاجیکستان هم زبانان عزیز من، شخصانی که ما با هم از یک نیاکانیم، از یک سرزمینیم، این نوروز باستانی رو بیاییم دست به دست هم سلامت بگذرانیم. موفقیت های شما بسیار خوب بوده است. بیایید این نوروز را هم موفق، با شادابی، با این طبیعت زیبایی که وجود دارد، با لبان خندان، با رنگ‌های گوناگون و با سلامتی تن و روان بگذرانیم. در آینده خبرهای خوبی با تأثیر بیشتر بر سلامتی در انتظار شما خواهد بود. یک جهان سپاس استاد، جهان سپاس. واقعا یک صحبت خوب و صمیمی و صحبت گرم و صحبت بهاری بود. واقعا توصیه های خوب شما، توصیه های زرینند، واقعا توصیه های کارآمدند. یعنی ما علاقه تجربه اثبات کرد که واقعا توصیه های شما همگی توصیه های کارآمد هستند و بار دیگر تکرار هم شود تاکید میکنم که این توصیه ها بودند که ما خیلی زود از دیگر کشورها از چنگ کووید 19 رها شدیم و تأثیری کمتری داشت برای ما. یعنی بار گران کووید 19 برای ما خیلی سبک شد و این هم یکی از عاملش توصیه های خوب شما بود استاد، توصیه های سری وقتی شما بود. امیدوار هستم صحبت های دیگر داشته باشیم در موضوع های مختلف بیماری ها و برای شما برای کار میخواهم، برای شما کامیابی های نو به نو میخواهم. بگذار در این سال نوی اجدادی آرزو میکنم که همیشه موفق، همیشه سلامت باشید و خداوند نگهبان همه ما باشد. سپاسگزارم. من هم از شما سپاسگزارم برای اینکه مرا دعوت کردید. من در 4 سال گذشته‌ای که به تاجیکستان آمدم، برنامه‌های شما، تأثیر ثمرناکی برنامه‌های شما در زمینه کنترل سل، کمکی که به برنامه‌های سل جمهوری تاجیکستان کردید بسیار بسیار خوب بوده است و تبریک به شما میگم و موفقیت شما را خواستارم. دست مریزاد و برای نوروزی بهتر. سپاس زیاد استاد. تا صحبت‌های دیگر، خدا نگهبان شما باشد. خدا نگهدار.